دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. محسن داوطلب هستم، مدرس نرم افزار فتوشاپ. در ابتدا با کنترل J یک کپی از لایه اصلی میگیرم، روی اون راست کلیک میکنم، تبدیلش میکنم به یک لایه هوشمند. از بخش فیلتر گزینه کامرا را فیلتر رو انتخاب میکنم. خب قراره که توی این قسمت ما تغییرات رنگی و نوری خودمون رو روی تصویرمون انجام بدیم که این تغییرات با توجه به تصویری که شما انتخاب کنید میتونه متفاوت باشه. من توی بخش کالر میکسر وارد میشم و به واسطه هیو، سچوریشن و لومیننس تغییرات خودم رو اعمال میکنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم وارد بخش ماسکینگ میشم و توی این قسمت Create New Mask یک ماسک برای بک‌گراند خودم ایجاد میکنم. یه مقدار میام پایین تر توی بخش لایت کانترست کار رو تا منفی 65 میارم تقریبا پایین تا به این نتیجه برسم. یه مقدار میخوام اون حالا تضاد تون‌های خاکستری رو کمتر کنم، تاثیر اون رو کمتر کنم تا یه مقدار بک‌گراند کدرتر بشه. به این صورت میام پایین تر توی بخش تمپرچر یه مقدار اون رو افزایش میدم تا گرمتر به نظر برسه. توی قسمت هیو یه مقدار به سمت چپ میام تا به این توناژ رنگی برسم. سچوریشن کار رو هم یه مقدار میتونم افزایش بدم، به نظرم تا مثبت 3 کافیه برای این تصویر. اما توی بخش افکت وارد میشم، کلاریتی رو تا منفی تقریبا 30-40 میارم به سمت چپ تا به این نتیجه برسم. تکسچر رو هم میتونم تا منفی 14 تغییر بدم و این میشه قبل و بعد از کاری که توی این مرحله با هم انجام دادیم. این رو اوکی میکنم تا تغییرات اعمال بشه. با کلیدهای کنترل آلت شیفت و ای لایه ها رو مرج میکنم با حفظ لایه های قبلی. خب کاری که الان میخوایم توی این مرحله انجام بدیم این است که سوژه رو از بک‌گراند جدا کنیم. یکی از ابزارهای انتخاب رو من برمیدارم، ابزار آبجکت سلکشن تول رو برمیدارم. تیک گزینه آبجکت فایندر توی بخش آپشن بار فعال باشه، روی خود سوژه که برم و یک کلیک چپ کنم اون رو برای من انتخاب میکنه. حالا از بخش بالا وارد پنجره سلکت اند ماسک میشم. توی بخش پروپرتیز شیفت اج رو روی تقریبا منفی 15 تا 14 تنظیم میکنم. تیک گزینه دیکانتامینیت کالرز رو فعال میکنم، مقدار اون رو بین 40 تا 50 تنظیم میکنم. حالا ابزار ریفاین اج رو بر میدارم، یه مقدار سایزش رو بزرگتر میکنم. روی این قسمت ها که مربوط به موها میشه به این صورت براش میزنم تا اون موهای ریز سوژه هم برای من انتخاب بشه. این کار رو برای قسمت های دیگه سوژه هم شما میتونید با دقت انجام بدید. من نمیخوام زیاد از حد زمان آموزشمون طولانی بشه. این کار رو خودتون توی منزل با دقت انجام بدین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم حالت خروجی رو روی نیو لیر ویت لیر ماسک قرار بدید و اوکی رو بزنید. خب من اگر کلید آلت رو روی این لایه نگه دارم و کلیک چپ کنم میبینیم که چه اتفاقی افتاده. هر جایی رو که شما دیدید داخل ماسکتون اشتباه به نوعی رخ داده و به این صورت در اومده میتونید اون رو با براش رنگ سفید برش گردونید. به این صورت یه مقدار شما با دقت بیشتر کار سلکت و جدا سازی رو انجام بدید تا به نتیجه‌ای که میخواین برسید. من به نظرم الان خوبه. یه مقدار زوم میکنم، این قسمت های سوژه رو هم اصلاح میکنم. کنترل 0 رو میزنم تا به حالت قبل برگردم. مجددا روی چشم لایه کلید آلت رو نگه میدارم، کلیک چپ میکنم تا لایه ها فعال بشه. حالا میام کاری که انجام میدم به این صورته. روی این لایه قرار میگیرم، چشمش رو روشن میکنم، راست کلیک میکنم،
تبدیلش میکنم به یک لایه اسمارت آبجکت و از بخش فیلتر گزینه بلر و گاشین بلر رو انتخاب میکنم. به میزان زیادی بهش بلر میدم تا نزدیک این تصویر 120 به نظرم کافی میتونه باشه. از بخش ادجاستمنت ها یه دونه کرز هم ایجاد میکنم. این قسمت نمودار رو میگیرم میکشم بالا تا به این صورت تغییرات اعمال بشه. این گزینه رو هم میزنم تا کلیپینگ ماسک لایه زیری بشه. حالا مودش رو از نرمال به اسکرین تغییر میدم. روی این لایه قرار میگیرم. از بخش پایین کلید آلت رو نگه میدارم. یک ماسک مشکی هم برایش ایجاد میکنم. حالا داخل ماسک همین لایه با ابزار براش سایزش رو بزرگتر میکنم. فلو اون رو روی 30 تنظیم میکنم. چند تا کلیک رو اینجا توی قسمت بالای سوژه انجام میدم. این کار رو بیش از اندازه نیاز نیست که انجام بدین، تا حدی که خودتون میبینید مناسبه. من یه مقدار اوپاسیتی اون رو هم کمتر میکنم تا به این نتیجه برسم. حالا من اگر زوم کنم شاید شما قسمت هایی رو میبینید که زیاد حالا مناسب کار ما نشده. خب این قسمت ها رو میتونیم اصلاح کنیم. من روی لایه سوژه‌ای که جدا کردیم قرار میگیرم. از بخش پایین یه دونه لایه جدید ایجاد میکنم. کلید آلت رو نگه میدارم. کلیپینگ ماسکش میکنم. ابزار براش رو بر میدارم. سایزش رو تنظیم میکنم و میزان فلوی اون رو روی 10% تنظیم میکنم. سایزش رو هم کوچکتر میکنم و مود براشم رو به آولی تغییر میدم. حالا روی این قسمت ها شروع میکنم با یک رنگ سفید به این صورت براش میزنم. این مقدار زوم بک میکنم سوژه رو بهتر ببینم و با رنگ سفید روی این قسمت ها به این صورت براش میزنم. هر قسمتی رو که دیدید نیازه شما روی اون براش بزنید. خوب، الان به نظرم من داخل ماسک میرم و با براش معمولی خودم روی این قسمت ها براش میزنم. خوبه. روی لایه بالایی میرم یه مقدار اوپاسیتی اون رو هم کمتر میکنم تا کار طبیعی تر به نظر برسه. این قبل و بعد از کاری که الان انجام دادیم. خیلی خوب بچه‌ها، بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم حالا میریم سراغ قسمت بعدی کار خودمون که به نوعی صیقلی کردن پوست سوژه خودمون هست. روی بالاترین لایه کلیدهای ترکیبی کنترل آلت شیفت ای رو مجدد میزنم. روی لایه راست کلیک میکنم، تبدیلش کنم به یک لایه هوشمند. از بخش فیلتر گزینه بلر و گاشین بلر رو 2 مرتبه انتخاب میکنم. این بار چیزی بین 6 تا 7 رو برای بلر خودم در نظر میگیرم. از بخش پایین کلید آلت رو نگه میدارم. یک ماسک مشکی ایجاد میکنم. زوم میکنم تا سوژه رو بهتر ببینم. ابزار براش رو بر میدارم با رنگ سفید. فلو 20%. سایزش رو تنظیم میکنم و شروع میکنم روی پوست سوژه به این صورت براش بزنم تا اون پوست سوژه صیقلی به نظر برسه. این کار رو برای قسمت‌های مختلف انجام میدم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میتونید به واسطه اسمارت آبجکت بودن این لایه دوبار روی خود گاشین بلر کلیک کنید. میزان بلرتون رو بیشتر کنید یا کمتر کنید که این بستگی به حالا اون سوژه شما داره که به چه صورت بخواید این کار رو انجام بدید. من یه مقدار اون رو بیشترش کردم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میرم سراغ داج و برن کردن اون که یک لایه خالی ایجاد میکنم. شیفت و F5 رو میزنم. توی قسمت کانتنتس حالت اون رو روی 50% خاکستری تنظیم میکنم. اون رو اوکی میکنم و مودش رو از نرمال به آولی تغییر میدم. زوم میکنم روی سوژه تا اون رو بهتر ببینم. از بخش نوار ابزار داج و برن رو بر میدارم.
و داج و برن رو انجام میدم با استفاده از ابزار داج روی قسمت‌های روشن پوست و با استفاده از ابزار برن روی قسمت‌های تیره تأثیر میذارم. همچنین میتونیم روی لباس هم این کار رو انجام بدیم، روی قسمت‌های تیره و روشن اون این کار رو با دقت انجام بدید. خوبه به نظرم این قبل و بعد از کاری که الان انجام دادیم یه مقدار من اوپاسیتی اون رو کمتر میکنم. به نظرم الان خوبه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم 2 مرتبه کنترل آلت شیفت ای رو میزنم، روی لایه راست کلیک میکنم، تبدیلش کنم به یک لایه هوشمند و از بخش فیلتر این بار از زیر منوی استایلایز گزینه اویل پینت رو انتخاب میکنم. من میخوام موهای سوژه رو هم یک حالت حالا نرمی به اون بدم. این تنظیمات رو براش در نظر گرفتم برای قسمت استایلایزیشن 6.5 و توی قسمت کلین لاینز قسمت مقدار 52 رو در نظر گرفتم و اون رو اوکی میکنم. یه بار دیگه از بخش پایین کلید آلت رو نگه میدارم، روی ماسک کلیک میکنم تا ماسکم برعکس بشه، ابزار براش رو برمیدارم، فلو 20 و اوپاسیتی 100% با رنگ سفید روی این قسمت از موها به این صورت براش میزنم. هر قسمتی رو که دیدید نیاز هست به این صورت شما براش بزنید تا به این حالت در بیاد. خوبه به نظرم اوکیه. من یه مقدار زوم بک میکنم قبل و بعد کار رو تا اینجا ببینیم. به نظرم خوبه. بچه‌ها توی مرحله‌ای که شما سوژه رو از بک‌گراند جدا میکنید دقت بیشتری به خرج بدید تا نتیجه بهتری هم بگیرید. من نمیخواستم بیش از اندازه حالا آموزش ما طولانی بشه. بعد از اینکه موها رو هم به این صورت یک حالت جذابتری بهشون دادیم میریم سراغ مرحله بعدی خودمون که حالا ایجاد یک حاله مشکی اطراف سوژه است. قبل از اون من میخوام یک کاری رو انجام بدم. یه بار دیگه کنترل آلت شیفت ای رو میزنم، لایه رو تبدیل میکنم به یک لایه هوشمند و از بخش فیلتر گزینه کامرا رو فیلتر رو باز میکنم. مستقیم میرم توی قسمت ماسکینگ، منتظر میمونم از این قسمت سوژه رو تشخیص بده، روی اون کلیک میکنم، لباس سوژه رو انتخاب میکنم، کرییت رو میزنم، میام پایین توی بخش افکت کلاریتی اون رو تا این حد میارم پایین. همطور که میبینید یک حالت جذاب و زیبایی رو به اون اعمال کردیم. من یه مقدار میخوام سچوریشن اون رو هم زیادتر کنم، فکر کنم تا این حد عالیه. اون رو اوکی میکنم تا تغییرات اعمال بشه. این قبل و بعد از کاری که الان انجام دادیم یک حالت رویایی رو تونستیم به سوژه خودمون اعمال کنیم. اما الان یه دونه ادجاستمنت گرادینت ایجاد میکنم، روی این گرادینت کلیک میکنم، روی استاپ کالر اول کلیک میکنم، رنگ مشکی رو براش در نظر میگیرم، استاپ کالر دوم رو دیلیت میکنم، نیازی بهش ندارم، اوکی میکنم، استایل اون رو روی حالت رادیال قرار میدم، تیک ریورس رو میزنم، تیک دیتیل رو هم میزنم تا از پله پله شدن گرادینت من تا حد زیادی جلوگیری کنه. اسکیل رو افزایش میدم، جای اون رو تغییر میدم، یه مقدار دیگه اسکیل رو تغییر میدم تا اینجا خوبه و اون رو اوکی میکنم. مود این لایه رو از نورمال به سافت لایت هم تغییر میدم، یه مقدار اوپاسیتیش رو هم کمتر میکنم تا به این نتیجه برسم. حالا کاری که انجام میدم روی ماسک همین ادجاستمنت میرم، ابزار براش رو برمیدارم، مودش رو دقت داشته باشید روی نورمال باشه با رنگ مشکی، سایزش رو هم بزرگتر میکنم، فلو 20% فکر کنم مناسبه تا حدودی.
سایزش رو بزرگتر میکنم و روی این قسمت های بالا به این صورت براش میزنم تا تاثیر گرادینت رو از بین ببرم. خوبه. حالا یه دونه لایه خالی ایجاد میکنم، سایز براشم رو یه مقدار کوچکترش میکنم با رنگ تقریبا سفید. من این رنگ رو در نظر میگیرم، به نظرم خوبه. یه مقدار فلو رو بیشتر میکنم، یک کلیک اینجا انجام میدم، مودش رو از نورمال به اسکرین تغییر میدم، کنترل تی رو میزنم، اون رو میبرم بالاتر، یه مقدار هم جای اون رو تغییر میدم، سایزش رو هم همچنین. البته من فکر کنم اگر این رو حذفش کنم و مجدد یک لایه دیگه ایجاد کنم بهتر بشه. یه مقدار فلو رو بیشتر میکنم، من میذارم روی 50%، سایز براشم کوچکتر میکنم. این بار یک کلیک 2 مرتبه انجام میدم و مودش رو از نورمال به اسکرین تغییر میدم. حالا یه بار دیگه کنترل تی رو میزنم، سایزش رو بزرگتر میکنم، اون رو میگیرم و به بالای سوژه به این صورت انتقال میدم. الان بهتر شد به نظرم، عالیه. یه مقدار میتونم اوپاسیتیش رو کمتر کنم. خوبه. حالا برای جذابتر شدن کارم ذرات نوری رو هم به کارم اضافه میکنم. از بخش فایل پلیس امبدد رو میزنم و از مسیر خودم اون ذرات نوری هم به کارم اضافه میکنم. خوبه. آلت و شیفت رو نگه میدارم، سایزش رو بزرگتر میکنم، کلید کنترل ال رو میزنم، قسمت میدتون ها و هایلایت ها رو به این سمت میبرم تا ذرات نوری رو بهتر ببینم، مودش رو از نورمال به اسکرین تغییر میدم. حالا از بخش پایین کلید آلت رو نگه میدارم، روی ماسک میزنم تا برعکس بشه، با رنگ سفید ابزار براش فلو و اوپاسیتی 100% روی بعضی از قسمت ها به این صورت براش میزنم تا اون ذرات نوری هم به کارم اضافه بشه و یک جذابیت خیلی خاصی رو به کارم ببخشه. این هم از این که ببینید فوق العاده کار رو زیبا و جذاب کرد. خیلی خوب بچه‌ها، قبل و بعد کار رو اگر بخوایم با هم ببینیم به این صورت میشه بیفور و افتر. امیدوارم که این آموزش جذاب ادیت و فضاسازی برای شما مفید واقع بشه. خوشحال میشم که کانال خودتون رو حتما حمایت کنید. تا آموزش های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.